الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إمام الموحدين الذي بعث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 32 از آموزش توحید است و ان شاء الله سبحانه و تعالی در این حلقه سببی جدا و مستقل ذکر شدن توحید حاکمیت را به شما بیان خواهم نمود. در حلقه های گذشته به شما بیان نمودیم که علمای اهل سنت و الجماعت توحید را به 4 راه و به 4 نمود تقسیم می کنند. راه اول و نمود اول این است که می گویند توحید به 2 قسم تقسیم می شود: توحید علمی، نظری، خبری، معرفت و اثبات، و توحید عملی که یکیش توحید ربوبیت و اسما و صفات است و دیگرش توحید علمی، این توحید اراده، قصد، طلب، توحید الوهیت است. دومین نمود تقسیمات که میگویند توحید به 3 قسم تقسیم می شود که اکثر علمای اهل سنت این را بیان نمودند: توحید ربوبیت، الوهیت، اسما و صفات. سومین نمود تقسیم نمودن گفتند توحید به 4 قسم تقسیم می شود: ربوبیت، الوهیت، اسما و صفات و توحید متابعه. و 4مین قسم از علما گفتند اصلی تمام نمود توحید 3 است: توحید ربوبیت، توحید الوهیت، توحید اسما و صفات. اما توحید متابعت 4م و توحید حاکم، توحید الحکم و توحید الحاکمیه 5م به خاطر امروز مسلمان ها فراموش کردنش، به خاطر در این 2 نمود توحید کمبودی به وجود آمدن و اهل اسلام به شرک واقع شدنش، هر 2 این رو هم اضافه ذکر میکنیم. بارک الله فیکم. حالا باشد به شما بیان میکنیم که چرا علمای اهل سنت و الجماعت توحید حاکمیت را علاهده ذکر کردند و این اهمیتش تا کجاست. برادرانم و خواهران عزیزم، بدانید که توحید الحاکمیت یعنی یگانه به حکم الله سبحانه و تعالی حکم نمودن، به دین الله، به شریعت الله، به امر و نهی الله حکم کردن و نظامداری کردن. بگوییم امروز کنستیتوسیایی که در دولت‌های کفری وجود دارد، این کنستیتوسیا باید موافق قرآن و سنت بود. باید کنستیتوسیای مسلمان قرآن و سنت میشد. اما کفار و مشرکین و منافقین و مرتدین کوشش کردند و این عزتی مسلمان ها را که زندگی کردن در زیر حکم الله و رسولش بود و تطبیق حکم الله و رسولش بود، این را از بین مسلمین برداشتند. پس بدانید که توحید حاکمیت معناش همین است که یگانه به حکم الله سبحانه و تعالی حکم نمودن، یگانه به حکم الله سبحانه و تعالی مراجعت کردن و یگانه به حکم الله سبحانه و تعالی اطاعت کردن. توحید حاکمیت همین معنی رو دارد. توحید حاکمیت این توحید حکم، توحید شرع، توحید دین، توحید امر است، متعلق به حکم الله، به شریعت الله، به دین الله، به منهج و هدی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم است. ما چخیلی که در حلقه گذشته گفتیم این یک مستقل قسم مستقل نیست. یعنی این
جدا از توحید ربوبیت، از توحید الوهیت، اسما و صفات نیست. الوهیت تنها خودش مستقل نیست، بلکه از درون الوهیت و از درون توحید ربوبیت و اسما و صفات است. اما به خاطر این که امروز مسلمان ها این نمود توحید را فراموش کردند، علما الوهیت و جداگانه ذکر کردند. سبب اول که ما گفتیم از توحید چی است؟ از درون توحید است. بارک الله فیکم. یعنی توحید حکم به مانند دیگر توحید، به مانند توحید خوف، توحید توکل، توحید دعا، این چنین به مانند دیگر توحید ها نیست، بلکه توحید حکمیت از مثلا توحید دعا یا از توحید خوف یا از توحید توکل، از توحید ذبح دیده بزرگتر است و سختتر است. چرا که توحید حکمیت داخل می شود به توحید ربوبیت و توحید الوهیت و توحید اسما و صفات. اما مثلا نظر بکنیم به توحید دعا و توحید الخوف و توحید مثلا خالقیه که اینها داخل می شود فقط به یک قسم نمود توحید. توحید دعا و توحید خوف داخل می شود به توحید الوهیت. توحید خالقیت داخل می شود به توحید ربوبیت. اما توحید حاکمیه به سه نمود توحید داخل می شود. اما چگونه داخل شدنش به توحید اسما و صفات را ذکر میکنیم. اولا باید دانیم که یکی از نامهای الله سبحانه و تعالی این حکم است و دومش حکیم است و سومش حاکم است. و حکم این صفت الله سبحانه و تعالی است. هر کسی که یعنی به حکم غیر الله سبحانه و تعالی حکم بکند، به خودش یک صفت داده است، صفت حکم و صفت حکم و حکیم و حاکم که این بگویم این نامهای الله است. حکم، حکیم، حاکم به خودش نسبت داده است. چرا که الله سبحانه و تعالی حکم را از آن خودش گفت، خودش را حکم گفت، خودش را حکیم نامید و خودش را حاکم نامید. هر کسی که بیاید به حکم الله و رسول حکم نکند، گویا که این همه صفتهای الله را انکار کرده است. و اما داخل شدن حکم به توحید ربوبیت، باید بدانیم که حکم و ساختن دین و ساختن و به وجود آوردن قانون، حلال کردن و حرام کردن، امر و نهی، این همه از فعلهای ربوبیت الله سبحانه و تعالی است. و از یک خاصترین صفتهای الله است. یکی از صفتهای مخصوص الله که هیچ کسی نمیتواند شریک بشود، این حکم است. حکم کردن، حلال و حرام کردن، قانون برآوردن، دین ساختن، امر کردن و نهی کردن، جایز و ناجایز گفتن، این مخصوص ترین صفتهای الله است که هیچ کسی نباید شریک به این بشود. ببینید الله سبحانه و تعالی در سوره اعراف آیه 54 ذکر میکند: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الا له الخلق والامر. آگاه باشید که خلق نمودن و امر کردن همه اش از آن الله سبحانه و تعالی است. و الله سبحانه و تعالی حاکم را، قانون برار را، حلال کننده و حرام کننده را رب ذکر کرد. رب این نام الله است. یعنی هر کسی که حاکم باشد، هر کسی که قانون برآورد، هر کسی که حلال بکند حرام های الله را، الله گفت که این رب، خودش را رب اعلان کرده است. یعنی خصوصیت های الله را به خودش داده است و مشرک شده است. چخیلی که در سوره توبه آیه 31 الله سبحانه و تعالی ذکر میکند: اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. یهودها علماهای خود و پیشوایان خود و زاهدان خود را به خودشان ارباب گرفتند، یعنی رب گرفتند، اله گرفتند. الله را ترک کردند و اینها را گرفتند. در بیان تفسیر این آیت حدیث آمده است از عدی بن حاتم الطائی. حدیث عدی بن حاتم الطائی، یکی از یهودی ها، که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به این عدی بن حاتم الطائی گفتند:
شما بجز الله به خودتان علما و پیشوایانتان را اله گرفته اید. الله را ترک نموده اید و علمای خود و زاهدان خود را شما می پرستید، عبادت می کنید. عدی ابن حاتم الطائی وقتی که این سخن را از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنید گفت نه یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، ما پیشوایان خود، علمای خود، زاهدان خود را عبادت نمی کنیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند افرأیتم، آیا می بینید که گفتند زمانی که یحللون ما حرم الله او یحرمون ما احل الله اطعتموهم، زمانی که این علمای شما یک حلال الله را حرام بگوید، یک حرام الله کرده را حلال بگوید، آیا شما اطاعت میکردید؟ عدی میگد بله اطاعت میکردیم. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند انمین عبادت کردن است. ببینید چگونه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این آیت را زیبا خودشان تفسیر کردند. یعنی یک نفر حاکم بیاید به حکم غیر الله حکم بکند، حرام کرده های الله را حلال بگوید یا جایز بگوید. جایز گفتن حلال گفتن است. مثلا پرسنت الله میگه هر کسی که به ریبا مشغول است به الله و رسولش اعلان جنگ کرده است. یک کسی بگوید جایز است، ریبا جایز است، زنا جایز است، والعیاذ بالله، دیگر دین را اختیار کردن جایز است، دیگر دین هم کسی چیزی میخواد بشود جایز است، شرک جایز است. با چقدر صدها چیزی دیگر را ما میتوانیم ذکر بکنیم که حرام های الله را حلال بگوید و دیگر انسان ها بیاید و به همین حکم راضی شود یا که همین حکم را قبول بکند، اقرار بکند، هر دویش هم مشرک میشود. اطاعت کنندگان این حاکم را به خودشان رب، اله قبول کردند و این حاکم و این قانون برار خودش را سبحان الله به جای الله گذاشته است. خودش را حاکم، خودش را قانون برار، خودش را حلال کننده و حرام کننده و امر کننده و نهی کننده و مجبور کننده به قانون ساختش برآورده است که این البته مشرک است، هم در توحید اسما و صفات و هم در توحید ربوبیت. و این چنین حکم از توحید ربوبیت بودنش آیه دیگر دلالت میکنه، سوره آل عمران آیه 64 که الله سبحانه و تعالی میگه ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، و بعضی دیگرمون را ارباب یعنی رب بجز الله نگیرد. یعنی ما انسان ها بعضی انسان های دیگر را به بالای سر خودمون اله قبول نکنیم، معبود خود نگیریم، رب نسازیم. چگونه؟ وقتی که قانون نمی برارد، یک حلال الله را حرام میکند یا که حرام الله کرده را حلال میکند، ما اطاعت نباید کنیم. وقتی که اطاعت کردیم دونید که به خودمون همون انسان را رب گرفتیم. در سوره شورا آیه 21 هم همین را الله میگه ام لهم شرکاء، آیا اونها یگون شرکای دارند، یگون دیگر انسان‌های را دارند که شرعوا لهم من الدین، برای اونها از دین قانون‌های نو یا که یک دینی دیگر میسازد، قانون‌های نو میسازد، ما لم یأذن به الله، در حالتی که الله اجازه نداده است. پس برادران و خواهران عزیزم، این آیات ها دلالت میکند که حکم این داخل می شود به درون توحید. توحید الحکم، توحید الحاکمیه معناش این است که باید به حکم الله حکم کرد، باید به قانون برآورده الله قانون کرد، باید حلال الله را حلال گفت و باید حرام الله را حرام گفت. و هیچ کسی حق ندارد که حاکم باشد و حکمش به غیر حکم الله رسول باشد، قانون برار باشد و قانونش سبحان الله مخالف قانون الله رسول باشد و حلال الله را حرام و حرام را حلال بگوید. همه این عملها شرک است و نابود کننده توحید است، توحید حکم. پس از همین جهت هم توحید حکم داخل به توحید ربوبیت می شود. اما داخل شویش به توحید الوهیت، چگونه توحید حاکمیت داخل می شود به توحید الوهیت یا از توحید الوهیت است؟ باید بدانید که مراجعت کردن
به محکمه که حکمش به حکم الله و رسول است، این امر الله است سبحانه و تعالی و این شریعت الله سبحانه و تعالی است. تحاکم میگن. تحاکم یعنی در حالت مناقشه و نزاع و اختلافات مراجعت کردن به محکمه الهی. تحاکم کردن به امر الله، به شریعت الله، به حکم الله، این عبادت است که الله دوست می‌دارد و به همین عبادت من و شما را امر کرده است که ما در حالتهای اختلاف باید به محکمه الله سبحانه و تعالی مراجعت بکنیم و در همین عبادت به من و شما الله امر کرده است که یگانه تنها او را دانیم، یعنی تنها و به تنها به حکم الله و رسولش مشکلیمان را حل بکنیم. و الله به من و شما فرض کرده است که به دیگر محکمه ها، به دیگر حکم ها کفر ورزیم و دیگر حکم ها را الله سبحانه و تعالی طاغوت اعلام کرده است. پس اگر حکم کردن و مراجعت کردن به محکمه های شرعی، محکمه که به نازل کرده الله و رسولش حکم بکند، از قرآن و سنت حکم بکند، عبادت باشد، پس حکم این داخل میشد به توحید الوهیت، برای که توحید الوهیت توحید عبادت است. هر عملی که عبادت است باید این عمل را ما تنها به الله انجام بدهیم و هر کسی که این عمل را به غیر الله انجام میدهد یا از غیر الله انجام میدهد این مشرک میشود در توحید عبادت. وقتی که حکم اثبات شد که عبادت است، پس ما باید تنها به حکم الله عبادت بکنیم، تنها به حکم الله حکم بکنیم، تنها مراجعت بکنیم به محکمه های الهی. و حکم کردن به غیر حکم الله، مراجعت کردن به محکمه های غیر شرعی، این شرک است، برای که عبادت را در جایش استفاده نبردن شرک است. دلیل از اینجا کجاست؟ دلیل های زیادی وجود دارد، لیکن ما مختصرا چندین دلیل را ذکر میکنیم که الله سبحانه و تعالی حکم را عبادت اعلام کرد. الله سبحانه و تعالی حکم را عبادت اعلام کرد و عبادت گفت. وقتی که حکم عبادت است، به غیر حکم الله حکم کردن شرک است. و این چنین الله به من شما خبر داد که حکم از آن الله است. صاحب حکم تنها، یگانه، یکتا و تنها الله است. و این چنین به من شما امر کرد و خبر داد که در حکم الله به الله کسی را شریک قرار ندهیم. و این چنین به من شما خبر داد که مراجعت کردن به محکمه های طاغوتی، به محکمه هایی که به غیر حکم الله رسول حکم میکند، این کفر است و الله اونها را کافر اعلام کرد. ببینید در سوره یوسف آیه 40 الله میگه این الحکم الا لله، البته حکم همه اش از آن الله است. به عباره دیگر صاحب حکم تنها الله است و هیچ کسی حقی شریک شدن به حکم الله را ندارد، حقی حکم کردن به غیر حکم الله را ندارد، چرا که صاحب حکم الله است. باید در این زمین به حکم الله حکم کرده شود در بین بشر. و در دوامش میگه امر الا تعبدوا الا ایه، و الله امر کرد که عبادت نکنید بجز الله را. در اینجا علما میگن ایوحدوا، یگانه الله را، تنها الله را عبادت بکنید، موحد باشید در حکم الله سبحانه و تعالی و در عبادت و در دعا و در ربوبیت و الوهیت اسم صفات، در همه جهت. ببینید که الله چگونه در سوره کهف آیه 26 آشکار میگه که در حکم من کسی را شریک قرار ندهید و میگه ولا یشرک فی حکمه احد، در حکم الله سبحانه و تعالی یگان نفری را شریک قرار ندهید. یعنی یگان نفر حق ندارد که خودش باز حکم بکند که از حکم الله و رسول جدا باشد، گرفته نشده باشد. شما هم ای مردم
اطاعت نکنید همون کسی را که به حکم غیر الله رسول حکم میکند. از این آیت کشاد و رفشان چی است که خودش الله میگه ولا یشرک فی حکمه احد، الله را در حکمش شریک، به الله در حکم الله کسی را چیزی را شریک قرار ندید. سوال اینجاست که حکم کردن به لیبرالی، حکم کردن به علمانی سیکولاریسم، حکم کردن به رأسمالی شیوعی، حکم کردن به دموکراتی، حکم کردن قومی و بشری، حکم کردن به این قانونهای پارلمان برآورده، آیا این حکم الله هست یا حکم غیر الله هست؟ والله بالله تالله این حکم غیر الله هست. پس حکم غیر الله را تطبیق کردن این شریک قرار دادن به الله در حکمش است. یعنی دیگر حکم را در این زمین جاری میکند و حکم الله را به یک طرف میگذارد. یعنی حکم بشر را برابر حکم الله کرده است. جایز دانستن است یا که از تطبیق حکم الله امتناع و اعتراض کرده است. هم کفر عملی، اعتقادی، قولی که بیان نمودیم. برای شبهه زدگان، برای مرجعه ها، برای حزبی ها، برای کسانی که امروز بیرق حکم غیر الله را بالا می کنند، این آیت شهادت است و این آیت در این دنیا و آخرت شهادت می دهد که این عملتون کفر است و شما از جمله کافران هستید، از جمله مشرکین هستید، چرا که شما به حکم الله سبحانه و تعالی دیگر حکم را شریک قرار دادید. نظر بکنید به سوره نساء آیت 60 که الله میگوید الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. آیا ندیدی آن کسانی را که دعوا میکنند که ما از جمله مؤمنین هستیم و ما ایمان آوردیم به آنچه که به تو نازل شده است، یعنی به قرآن دعوا میکنند و میگویند که ما مؤمنین هستیم، ما به قرآن ایمان آوردیم و به دیگر کتاب‌هایی که پیش از قرآن آمده بود، تورات و انجیل و زبور هم ایمان آوردیم، اما بعد از این میخواهند که چی کنند؟ مراجعت بکنند به محکمه های طاغوتی. یریدون ان یتحکموا الی الطاغوت. تحاکم، مراجعت کردن انسان ها به محکمه های غیر شرعی، محکمه های طاغوتی برای حل و فصل مشاکلشان، تنازع و اختلافی که در بینشان شده است. این البته کفر است. الله سبحانه و تعالی در همین آیت کافر اعلام کرده است، تکفیر کرده است هر کسی که به محکمه های طاغوتی، به محکمه های غیر شرعی، به محکمه هایی که حکمش به حکم الله و رسولش نیست مراجعت میکند. پس ای مسلمان، اگر مراجعت کننده به محکمه های غیر شرعی، یعنی مراجعت کردن به سودهای بشر ساخته، اگر کفر باشد و صاحبش را، همون انسان مراجعت کننده را کافر کند، چی برسد به حاکم؟ ابن کثیر همین آیت رو دلیل می آورند و میگن که حاکم کفرش از پیشنهاد کننده، مراجعت کننده دیده سخت‌تر است. در زیر همین آیت ابن کثیر رحمه الله میگویند اگر مراجعت کننده به سودها و به محکمه های غیر شرعی کفر باشد و الله کافرش اعلام کرده باشد، این چنین انسان را چی برسد به حال حاکمی که حکم به غیر حکم الله میکند؟ باز سخت‌تر است، من باب اولا است. الله امر کرده است که ما کفر ورزیم به حکم های طاغوت. هر یک حکمی که غیر حکم الله رسول است این حکم طاغوت است. پس ای کسانی که اراده حکم غیر الله را میکنید، قصد حکم غیر الله را دارید، طلب حکم غیر الله را دارید، برای تطبیق کردنش، برای تحقیقش حرکت میکنید و میکوشید، بدانید که شما مشرک شدید. توحید شما نابود شد. توحید ربوبیت شما، توحید اسما و صفات شما، توحید الوهیت شما از جانب حکم شکست و مشرک و کافر شدید. سبحان الله. اگر باز قانون برآوردن را هم قبول کرده باشید، بار دیگر توحید شما از دوم جهت بار دیگر شکست و مشرک شدید در توحید ربوبیت.
اگر اطاعت حد غیر منهج رسول الله صلی الله علیه و سلم را گرفتید و گفتید که در این زمان به اسلام حکم کردن وزنین است و نمی شود، دیگر علاج نداریم، به غیر محکمه یا که به غیر حکم، به غیر منهج رسول الله حکم میکنیم، به مانند دموکراتی و علمانی، دانید که بار دیگر توحید شما شکست و شما کافر مشرک شدید. در توحید سبحان الله متابعت، این همه اش شوخی نیست. پس هر کسی که اجازت داد به محکمه های غیر شرعی رفتن، این بار دیگر توحید شکست و مشرک شد. در توحید الوهیت مراجعت کردن و اطاعت کردن به محکمه های غیر شرعی نابود شدن توحید الوهیت است. پس برادرم و خواهر عزیزم، وقتی که میگیم که به حکم الله حکم کردن این توحید است، معنای این سخن این است که به غیر حکم الله حکم کردن، اطاعت کردن، مراجعت کردن به محکمه غیر شرعی، قانون برآوردن، همه اش شرک است، هم در الوهیت، هم در ربوبیت، هم در اسما و صفات و هم در توحید متابعت. بارک الله فیکم. ای کسانی که حکم غیر الله را در این عصر افضل میدانید، برتر میدانید، به خود دیگر علاج بجز به حکم غیر الله حکم کردن را نمیبینید، الله به شما میگوید در سوره مائده آیه 50 و میگوید که افحکم الجاهلیت یبغون، آیا شما حکم جاهلیت میخواهید؟ آیا شما حکم طاغوت را میخواهید که تطبیق بکنید؟ مگر همین دموکراسی طاغوت نیست؟ علمانی طاغوت نیست؟ سکولاریسم طاغوت نیست؟ لیبرالی طاغوت نیست؟ این مگر حکم بشر برآورده نیست؟ هر کسی که همین نمود حکمهای بشر برآورده را طاغوت نداند، کفر نداند، خودش کافر است، خودش طاغوت پرست است و کفر بر طاغوتش و رکن اولی لا اله الا اللهش به جان آمده است و لا اله الا اللهش نابود شده و شکسته است، چرا که حکم جاهلیت را خواسته است. و بداند که بهترین، کاملترین، زیباترین، احسنترین حکم، عادلترین حکم که زمین را به عدل و به برکت و به قسط پر می کند، این حکم الله است. اما این سخن را خردمندان و عاقلان می دانند، مؤمنان می دانند، منافقان و خیانتکاران و جهلا و مشرکین از این سخنها بیخبرند. بارک الله فیکم. الله سبحانه و تعالی با این آیت ها بیان نمود که البته حکم از آن الله است و باید ما در حکم توحید داشته باشیم، یعنی یگانه به حکم الله حکم بکنیم. حکم عبادت است. پس از همین جهت به من شما معلوم گشت که توحید الحاکمیه این از توحید الوهیت هم هست. بدانید که اطاعت کننده به حاکمی که به غیر حکم الله سبحانه و تعالی حکم میکند، حکمش به غیر شریعت اسلام است، هر کسی که بیاد و به همون 100% اطاعت بکند، این مشرک است، مشرک است در توحید الوهیت. چخیلی که الله میگوید سبحانه و تعالی در سوره انعام آیه 121 و این اطعتموهم انکم لمشرکون، اگر شما اطاعت کردید شما حتما از مشرکان هستید. این دلالت میکند به لشکران حاکمان غیر ما انزل الله، حاکمانی که به حکم غیر الله حکم میکنند مشرکند و کافرند. و کارگران همین حاکم بمانندی بگویم ارگان هایی که هست، از قسم ملیسه باشد یا که امنیت و کگب یا که پروکراتور یا که سودها، تمام قسم های سودش، یا که لشکر کاملا که برای دفاع حکم بغیر ما انزل الله جان می دهند و اطاعت حاکمی بغیر ما انزل الله میکنند، اطاعت این حاکم هستند، اطاعت میکنند، 100% اطاعتش میکنند، این حاکم را طاغوت خود، اله معبود خود گرفتند و اطاعت میکنند، همه این انسان هایی که اطاعت میکنند و کارگرش هستند هم مشرک هستند.
به نص این آیت که الله سبحانه و تعالی میگه و این اطعتموهم، اگر شما اونها را اطاعت کردید، این نکم، البته شما هم حتما از جمله مشرکان هستید. ما مأمور شده ایم، ما وظیفه داریم که یگانه الله را اطاعت بکنیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح که اومده است میگن لا طاعت لمخلوق فی معصیة الخالق، انما الطاعت لله، انما الطاعت فی المعروف. در روایت دیگری هیچ طاعت کردن، یعنی اطاعت کردن به یگان انسان وجود ندارد در حالتی که این انسان به خالقش معصیت میکند. ما همان وقت یعنی به انسان ها اطاعت میکنیم که یا به امیر یا به پاشا حکمش از حکم الله و رسولش گرفته باشد. وقتی که یک انسان به حکم غیر الله حکم میکند، به غیر حکم رسول الله حکم میکند، به این اطاعت کردن این شرک است. بارک الله فیکم. پس این سبب شد، همه این اهمیت دادن سبب شد که حکم به غیر، یا که بگم حکم کردن به حکم الله و رسول را علما علاهیده ذکر کردند. دیدن که حکم کردن به حکم الله یکی از مسائل مهمترین است که امروز فراموش شده است و امت اسلام همه به حکم غیر الله سر فرود آوردند. بارک الله فیکم. و سبب دومی که به همین سبب علمای اهل سنت و جماعت توحید و حاکمیت را علاهیده ذکر کردند، از سبب این که امروز در همین نمود توحید شرک آشکار شده است و بسیار شده است. و منهج اهل سنت و جماعت همین است که ببینند که در قسم از جانب دین یا که قسم توحید اگر شرک به وجود آید، همون قسم را علاهیده ذکر میکنند تا که مردم بفهمند، مستقل ذکر میکنند. بمانندی این که علما شرک دعوا یا شرک دعا را، یا که شرک طاعت، یا که شرک اراده، یا که شرک محبت را در کتاب‌های توحید می‌بینیم که علاهیده ذکر کردند. وقتی که دیدن که مردم در دعا غیر الله را دعا می‌کند، در اطاعت غیر الله را اطاعت می‌کند، در محبت به غیر الله محبت زیادتر است، این نمود توحید را ذکر کردند. اینچنین امروز علما دیدن که در حکم الله انسان‌ها دیگر حکم را شریک می‌سازند، این حکم الله را همچون توحید و حاکمیت علاهیده ذکر کردند. البته بیان نمودند و گفتند که این توحیدی مستقل از دیگرها جدا نه، بلکه از درون توحید ربوبیت و الوهیت اسماء و صفات از خاطر اهمیتش بیرون شده است. بارک الله فیکم. پس این بود سببها که به خاطر همین علمای اهل سنت و جماعت پنجمین قسم توحید را که توحید حاکمیت است ذکر نمودند. بارک الله فیکم و حیاکم الله و بیاکم. و ان شاء الله سبحانه و تعالی در حلقه آینده به شما